خر سلطان جنگل شد. او قانونی را ابلاغ کرد که حیوانات ساعت 6 صبح بیدار شده و 6 عصر بخوابند. در یک روز دلانگیز پاییزی خروس ساعت 5 صبح بیدار شد و آواز خواند. خر خشمگین شد و دستور اعدام خروس را صادر کرد. همه حیوانات از اعدام خروس ترسیدند و از آن پس با دقت بیشتری قانون را اجرا می‌کردند. پس از گذشت چندین سال خر بیمار شد و در حال مرگ بود. شیر به عیادت خر رفت و گفت: من و تعدادی دیگر از حیوانات می توانستیم قیام کنیم، ولی نخواستیم نظم جنگل به هم بریزد. حال بگو علت ابلاغ این قانون چه بود؟ خر گفت: حالا من از خریت قانونی را ابلاغ کردم، شماها چرا این همه سال اطاعت کردید؟